سلام، من یلدا حمیدی هستم و این پداگوژی با یلداست. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 28 فروردین 1403 تعدادی از تشکل‌های فمینیستی همه ما رو دعوت کردن که در کارزار توییتری با هشتگ جنگ علیه زنان شرکت بکنیم. من یکی از اون کسانی هستم که این دعوت رو با خوشحالی میپذیرم و در این ویدیو میخوام درباره تأملات شخصی خودم به عنوان یک معلم فمینیست درباره ابعاد مختلف جنگ علیه زنان در خانه و در خیابان صحبت بکنم. در درجه اول خودم رو موظف میدونم که اذعان بکنم خشونتی رو که خواهران من در شهرهای مختلف ایران به دلیل مخالفت با قانون حجاب اجباری باهاش مواجه میشن. ای کاش که میتونستم در کنارشون بایستم و به احترامشون روسری از سرم بردارم و در این جنبش در سطح خیابان شرکت بکنم. با توجه به اینکه این امکان برام وجود نداره، اینجا و روی این ویدیو تعدادی از تأملاتی رو که درباره این جنگ نابرابر دارم باهاتون به اشتراک میذارم. شماره 1، به نظر من جنگ علیه زنان جنگ علیه آینده ایرانه. به عنوان یک معلم در طی 2 سال گذشته روی سوشال میدیا و در ویدیوها و صداهای مختلف و در صحبت‌هایی که با دوستانم از ایران داشتم شاهد این بودم که چطور جمعیت‌های مختلف زنان ساکن ایران، چه به صورت شهروند و چه زنانی که با هویت‌های حاشیه‌ای در این جامعه با ما زندگی میکنن مورد تعدی قرار گرفتن به خاطر انتخاب‌هایی که درباره نوع پوشش و بدن خودشون داشتن. این جنگ رو جنگی فراتر از جنگ با زنان و جنگ با انتخاب‌های اونها درباره بدنشون میدونم، به خاطر اینکه حجم ترومای اجتماعی که این جنگ برای ما ایجاد کرده تا دهه‌ها به طول خواهد انجامید. معتقدم که زنان و مردان فردای ایران از این جنگ به شدت ضربه خوردند و این آسیب‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع نظریه تروما و تأثیری که روی مغز داره به من نشون میده که این بچه‌هایی که در جریان این نوع اتفاق‌ها با خشونت مواجه شدن و خشونت رو چه درباره خودشون و چه درباره دیگران دیدن، چه با خشونت موافقت کردن و چه باهاش مخالفت کردن، کسانی هستند که تا دهه‌ها آثار اجتماعی خشونت رو بر ذهن و روان خودشون حمل خواهند کرد. یکی از سریع‌ترین نتیجه‌های این تروما نشون دادن آثار اختلال تمرکز در کلاس‌های درسی ما هست. به سادگی ادعا می‌کنم که در اثر جنگ علیه زنان تعداد زیادی از بچه‌ها، دانش آموزان و دانشجوهای ما دچار پدیده‌ای شبیه اختلال تمرکز شدند و امکان این که موفقیت تحصیلی داشته باشند رو برای زمان طولانی از دست دادن. شماره 2، جنگ علیه زنان فرصت‌های اجتماعی رو برای این گروهان نه تنها در عرصه آموزش بلکه در عرصه‌های دیگری از بین خواهد برد. نتیجه طولانی مدت تروماهای اجتماعی از دست دادن اعتماد اجتماعی، از دست دادن حس تعلق و تمام اون چیزهایی است که ما رو به عنوان یک ملت دور هم جمع می‌کنه. با حمله به زنان و با نشون دادن خشونت و جنگ علیه زنان در واقع مرتکب نوعی عمل غیرقابل بازگشت نسبت به آینده ایران میشیم. جامعه‌ای که در اون پیوندهای اجتماعی سست خواهد بود و افراد خشونت دیده و تروماتایز شده قابلیت این که خودشون رو بخشی از این اجتماع بدونن، با این اجتماع همکاری کنن و به دیگران در فرایند تعاملات روزمره اجتماعی اعتماد داشته باشند از دست خواهند داد. شماره 3، چیزی که به عنوان کسی که با 8 سال جنگ بزرگ شده میتونم بهتون بگم اینه که جنگ علیه زنان نقاط مختلفی داره و این مهمه که ما این نقاط مختلف رو از هم تمیز بدیم. یکی از نقاط این جنگ خط مقدمش هست که در خیابون‌ها و در تعاملاتی که بین افرادی که نافرمانی مدنی نشون میدن و نیروهای پلیس و نیروهای خودسر صورت میگیره. ولی این تمام جغرافیای جنگ علیه زنان نیست. جنگ علیه زنان در خیابان تنها لایه نازکی از جنگ وسیع‌تری است که علیه زنان و علیه آینده جامعه ایران در جریان هست. به چه ترتیب؟
ادامه این خشونت رو میتونید در جنگی که علیه زنان در کوچه و محله و خیابان و در خانه ها و ماشین ها و فضاهای خصوصی که درش زندگی میکنن ادامه پیدا میکنه ببینید. معتقدم که برای فکر کردن درباره جنگ علیه زنان لازمه که ما فراتر از میزان خشونتی که در خیابان اتفاق میفته بهش فکر بکنیم. همه افرادی رو که علاقه‌مند هستند به جامعه ایرانی و به اینکه ما همه بتونیم در کنار هم یک آینده مثبت و سازنده داشته باشیم دعوت میکنم که جنگ علیه زنان رو به مثابه جنگ علیه خودشون، آیندهشون و جامعهشون تلقی بکنن و برای متوقف کردن این جنگ به همه مایی که درگیر این جنگ هستیم و جنگ رو به طور مستقیم علیه خودمون و انتخاب‌ها و بدنهامون میبینیم بپیوندن. شماره 4، قسمت مهمی از جغرافیای هر جنگی از جمله جنگ علیه زنان پشت جبهه است. به عنوان کسی که با جنگ بزرگ شده و عزیزان زیادی رو در جنگ از دست داده و تجربه زیستن تحت یک شرایط جنگ تحمیلی رو داره، میخوام هممون رو یادآوری بکنم به اهمیت پشت جبهه ها. پشت جبهه ها جایی بود که افرادی که توانایی نداشتن یا سنشون بالا بود یا به هر دلیلی نمیتونستن وارد خط مقدم بشن، حمایت خودشون رو از افرادی که درگیر جنگ بود نشون میدادن. غذاهایی رو با محبت بسته‌بندی میکردن، لباسهایی رو آماده میکردن و میفرستادن و در واقع این پشت جبهه هست که جبهه رو نگه میداره. حالا چطور میتونیم این قضیه پشت جبهه و خط مقدم رو تعمیم بدیم به جنگ علیه زنان؟ فرض کنید که شما اون فردی هستید که نمیتونید وارد خط مقدم بشید، نگران هستید که دستگیر بشید، شغلی دارید که باعث میشه شما نتونید به خیابون برید. همچنان شما میتونید نقش خیلی مهمی داشته باشید. یه سری راه حل هایی به ذهنم میرسه به عنوان معلم برای کسانی که میخوان در پشت جبهه جنگ علیه زنان به زنان کمک بکنن که اونها رو در واقع در قالب موارد زیر با شما به اشتراک میذارن. کمک اولی که میتونید بکنید این هست که خشونت رو اذعان کنید. وقتی که خشونت رو میبینید اذعان کنید. وقتی که فردی از خانواده‌ای دستگیر میشه توسط گشت ارشاد و به خونه میاد دربارش حرف بزنید. حرف زدن درباره تروما و گفتن مواردی که به اتفاقی که افتاده مربوطه باعث میشه که فرایند تروما در مغز فرد متوقف بشه. در واقع شما با حرف زدن از اتفاقی که افتاده، با اینکه به کسی که دستگیر شده یا آسیب دیده یا کتک خورده کمک میکنید که درباره موضوع حرف بزنه و با شما احساس امنیت بکنه تا اون رو تجربهش رو با شما به اشتراک بگذاره. عمر تروما رو در مغز اون فرد کوتاه میکنید. شاید در اون لحظه به ذهنتون برسه که کار زیادی از دستتون بر نمیاد، ولی در واقع این خودش یکی از کارهای مهمی است که میتونید انجام بدید. اگر بزرگتر هستید و احترامی در محل و خانواده دارید، ازتون خواهش میکنم که به پشت جبهه بپیوندید و با خانواده های کسانی که دستگیر میشن ارتباط بگیرید، باهاشون صحبت کنید، بهشون دلگرمی بدید و از این اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده ننگ زدایی بکنید. این خودش میتونه خیلی مهم باشه. یادم میاد که وقتی که یک شهیدی رو می آوردن در محل، خانواده های کسانی که عزیزان دیگه‌ای رو در جنگ از دست داده بودن دور هم جمع می شدن، به خونه اون فرد می رفتن، احوال پرسی می کردن و نشون می دادن که در همبستگی با اون خانواده هستن. امروز هم همینه. امروز هم جنگ دیگه علیه هویت ما، علیه انتخاب‌های ما در جریانه. امروز هم همه ما میتونیم به اون خانواده ها نشون بدیم که در کنارشون هستیم و از زخمی که اونا دیدن درد میکشیم. میتونیم با پدرها و مادرهایی که عزیزانشون در خیابون دستگیر شدن همدلی و همدردی بکنیم و این حداقل کاری است که از دستمون برمیاد. اگر در توانتون هست با یه شاخه گل به دیدنشون برید، اگر در توانتون هست یه تلفن بهشون بزنید. تک تک این کارها میتونه عمر تروما و دامنه آسیب رو در میان ما کوتاه بود. یک مثالی رو میخوام براتون
به اشتراک بذارم از جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان در آمریکا. احتمالاً اسم خانم روزا پارکس رو شنیدید. زنی بود که در واقع در صندلی‌های اتوبوسی که سیاه و سفید باید جدا از هم میشستن مقاومت کرد و در قسمت صندلی‌های سفیدپوست‌ها نشست و در واقع به عنوان مادر جنبش مدنی شناخته شد. بعضیا فکر میکنن که روزا پارکس یک روزی داشت از سر کار برمیگشت و ناگهان این تصمیم رو گرفت، ولی اصلا اینطوری نیست. ماها برنامه ریزی برای این صحنه انجام شده بود. روزا پارکس انتخاب شده بود به خاطر اینکه زنی بود که سن بالاتری داشت و احتمال کمتری میدادن که در اثر حمله سفیدپوستان و پلیس در اون لحظه کشته بشه. در واقع پشت صحنه یه سری وکلایی بودن که آمادگی داشتن که برای کمک‌های حقوقی بهش مشارکت بکنن و خودش به طور خاص انتخاب شده بود به خاطر اینکه شخصیت درونگرایی بود و افراد درونگرا این قابلیت رو دارن که با مشکلات اجتماعی با راحتی بیشتری برخورد بکنن. بنابراین کلی برنامه‌ریزی و استراتژی در پشت صحنه جنگی که روزا پارکس علیه نژاد پرستی و تبعیض به راه انداخت قرار داشت. همه ما میتونیم راه حل‌های خلاقانه‌ای پیدا بکنیم و جزء این پشت صحنه باشیم. متوجه باشید که برای پیوستن به پشت جبهه جنگ علیه زنان نیازی نیست که مثل بچه‌هایی که آسیب می‌بینن فکر بکنید. در واقع من میخوام تمام زنهای مؤمنه و چادری، تمام اقشار اجتماعی، تمام افرادی رو که به هر چیزی ایمان دارن یا ایمان ندارن دعوت بکنم که جنگ علیه زنان رو در واقع جنگ بزرگتری علیه تمام وجود اجتماعی ما تلقی بکنید. این جنگ هویت‌های فرهنگی ما و انسانیت ما رو نشانه رفته. وقتی که یک بچه نوجوانی رو از ما دستگیر میکنن همه ما هستیم که آینده‌مون رو از دست میدیم. بنابراین این صحنه ها رو به یاد داشته باشید. در توییت های امروز خوندم که زن چادری چادرش رو دور دو دختر نوجوان گرفته بود که روسری به سر نداشتن و در واقع تحت حمایت خودش اونها رو وارد مترو کرده بود. از این نمونه ها در تاریخ ما کم نیست. کافیه کمی فکر بکنیم و بدونیم که زنان و جنبش های مادران و جنبش های مادر بزرگ ها برای حمایت از خشونت پلیس و جنگ علیه زنان در تمام کشورهای دنیا یکی از مهمترین و معروفترین شاخه‌های جنبش‌های مدنی و جنبش‌های فمینیسم فراملی هستند. هر کسی با هر سنی، با هر نقشی، با هر توانی که داره میتونه به پشت صحنه و پشت جبهه جنگ علیه زنان بپردازه. همه ما این وظیفه اخلاقی و اجتماعی رو داریم که این جنگ رو متوقف کنیم. اگر شما جزء افرادی هستید که به خاطر عقایدتون به این جنگ پیوستید، میخوام بدونید که شما هم در ذهن من احترام دارید. من شما رو و تمام کسانی رو که در این جنگ مشارکت کردن دشمن تلقی نمی کنم. میخوام بدونید که اگر در راه خدا قدم برمی‌دارید این راه به خدا نمیرسه. این راهی است که در واقع کشتی رو که همه ما با هم توش داریم زندگی میکنیم به قعر دریا میفرسته و همه ما رو با هم غرق خواهد کرد. آینده بدون خشونت، آینده بدون جنگ علیه زنان، آینده است که زن محجب و زن غیر محجب، فرد دیندار و فرد غیر دیندار میتونن به راحتی کنار هم بایستن، با هم زندگی کنن و برای همدیگه احترام قائل باشن. یادآوری میکنم به همه ما که چندین دهه گذشته ما در جامعهمون پدیده زشتی به اسم برداشتن روسری و روسری کشیدن از سر زنان رو داشتیم و امروز پدیده دیگری رو داریم که در واقع اونطوری که رهبر طالبان ملا عمر گفت مثل این هست که میخوان روسری رو با میخ در سر زنان بکوبیم. این پدیده ها محکوم به شکست هستند. هر دوی این پدیده ها، هر پدیده‌ای که قشری از جامعه رو به خاطر انتخابی که در راه زندگیشون دارن تهدید بکنه و اعلام جنگ بکنه به هیچ جا نمیرسه، غیر از اینکه بین ما تفرقه ایجاد میکنه و میزان خشونت اجتماعی رو بیشتر میکنه. صادقانه به شما بگم به خاطر علاقه قلبی که به جامعه مذهبی دارم در تمام دنیا نگران اون روزی هستم که تیر این خشونت ها کمانه بکنه و دامن جامعه مذهبی ما رو بگیره
صادقانه و از صمیم قلب بهتون میگم که در اون روز به اندازه همین امروز من ناراحت خواهم بود، نگران خواهم بود و از شما میخوام که امروز 28 فروردین 1403 فکری بکنید که ما نخواهیم چند دهه آینده با پدیده‌ای مثل حکومت‌های، پدیده‌ای مثل روسری کشیدن از سر زنان و بی احترامی کردن به جامعه مذهبی مواجه باشیم. لطفاً بیایید پدیده جنگ علیه زنان رو جدی بگیریم. برای متوقف کردن خشونت برنامه بریزیم. متوقف کردن این جنگ رو یک پدیده چند ساله تلقی کنیم و هممون با هم از تمام خلاقیت و توانی که داریم استفاده کنیم تا این جنگ رو در هر جایی، در خونه، در خیابون متوقف کنیم. خشونت علیه زنان به هیچ عنوان پدیده خصوصی نیست. اگر همسایه شما خانومش یا بچه هاش رو مورد خشونت قرار میده، شما این اجازه اخلاقی رو دارید که حداقل برید دم در بزنید، باهاش صحبت بکنید، نارضایتی خودتون رو نشون بدید، همسایه ها رو جمع بکنید، افراد دیگر رو با خودتون ببرید، ریش سفیدهای محل رو ببرید و اعلام کنید که شما از کاری که ایشون میکنه خوشحال نیستید. بهش نگید که در واقع این تلقی رو بهش ندید که این امر خصوصی است و ایشون میتونه به رفتار خودش ادامه بده. بهش بگید که اگر میخوای در این محل زندگی بکنی، ما جایی رو میخوایم که تمام اعضای خانواده و اجتماع ما احساس امنیت داشته باشن. خشونت علیه یک نفر، خشونت علیه زنان، جنگ علیه زنان، جنگ علیه همه است. به عنوان یک محقق اجتماعی خدمتتون عرض میکنم، همسر، پدر، برادر و فرزندان زنان خشونت دیده کسانی خواهند بود که با پیامدهای خشونت مواجه خواهند شد. نتیجه جنگ علیه زنان در طی چند دهه آینده این خواهد بود که میزان افسردگی در جامعه ما بالاتر میره. احتمال خودکشی برای کسانی که با این پدیده ها مواجه شدن بیشتر میشه. آمار اعتیاد، آمار طلاق، آمار رها کردن فرزندان بیشتر میشه و به این ترتیب جنگی که از یک نقطه شروع شده با این تصور که یک رفتار اجتماعی رو کنترل بکنه تبدیل میشه به جنگی علیه همه، علیه ما، علیه آینده ایرانی که دوستش داریم. ازتون خواهش میکنم که یک لحظه بایستید، تأمل بکنید و جایی برای خودتون در متوقف کردن این جنگ پیدا کنید و اگر از کسانی هستید که تا امروز در این جنگ به صورت فعال علیه زنان مشارکت کردید، ازتون خواهش میکنم که دست از مشارکت کردن در این پروژه خانمان برانداز بردارید.